بچه ها، من ماهان گلپرورم. امروز اومدم با بازی پارک ژوراسیک. زیاد حرف نمیزنم و بریم برای ویدیو. و بچه ها اینم از اکانت ما که ویدیوهاشو نذاشته بودم، ولی این از اکانت ما دایناسور هم اینجا. چند نوع دایناسور داریم. این ولاسیرپتوره. الان یه مأموریت رو انجام دادیم از اینا. جایزش هم بگیریم. خب الان ما این کلا مجموعه دایناسوریمونه که اینجاست. اینجا اینا رو اینجا گذاشتم دیگه، اونایی که پول در میاری. و اینم بود از اکانت من لول 16. و برو بریم تو این پارت بعضی کارها انجام بدیم. الان میگه وایسو بزن، میگه اون مأموریت ها رو انجام بده. از این مأموریت ها رو انجام بدم. این مأموریت ها هم یه چیز دیگه میخواد. الان گفت باید از این مبارزه ها بریم. لند وی پی که بریم و این مبارزه هم آنلاین هستن دیگه. ممکنه یه حریف ضعیف داشته باشین یا قدرتمند یا در حد خودتون دیگه، بستگی به لولتون داره. الان اینجا یکم طول میکشه بیاره. الان اوورد بچه ها. الان این از مبارزمون. کسایی که این بازی رو بازی کرده باشن میدونن این قابلیت جنگیش برای چی. ما 3 تا قابلیت داریم: حمله، دفاع و این. من 3 تا اینو میزنم که الان 3 تاشو بزنم شاید بتونم بمیرم. نه 100. الان ما 6 تا از اینا داریم. میتونیم 4 تاشو حمله بذاریم، 2 تاش هم از این. با 3 تا کشتیمش. خب الان این اومده، یکیشو بزنیم مردیم. دفاع هم نزدیم دیگه، هر 3 تاشو زد.
مثل روند اونجا یه 5 تا از این میذاریم یه دونه. فکر کنم با 5 تا بمیره. آره من 2 تام زنده مونده، اونم یکیش زنده مونده فعلا. 4 تا رو بزنه مردم، 3 تاشم بزنه مردم فکر کنم. آره خب 4 تاشو زد. خب الان چون آخریه ما هر 5 تا رو میزنیم تا بمیره و اینجوری لول اپ شدیم. لول اپ نباید اون الان ما اینو میزنیم میریم جایزه‌شو میگیریم. خب یکی مونده. حالا این لول 10 ندارمش، ببینیم نمیشه. نه نمیشه. خب این مأموریت خب اینو میذاریم 10 تا میخواد چون و راستی بهتون بگم من این دایناسورم گذاشتم تیرانوسورس رکس یا تیرکس خودمون. دیگه 4 روز دیگه میرس، 4 روز دیگه میاد برامون باز میشه. الان این 12 تا از این پولا میخواد که میدیم. الان مأموریت انجام دادیم، بریم جایزه‌شم بگیریم. حالا اینم گرفتیم. خب الان بریم بیرون. نگاه کن انجامش دادم. الان لول 17 شدیم. یه دایناسور جدیدم برامون باز شد که اینه. اگه دوربین فوکوس کنه روش معلوم میشه. اینه. خب ما اینو بزنیم، یک پک باز کنیم. این برامون اومد. خب ما الان میریم میگه 2 تا مبارزه آنلاین از همینا این اسمش اینجا نوشته. خب بریم. الان یه نکته، ما از اینا برای مبارزه استفاده کردیم، الان دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم، پس مجبوریم از اینا استفاده کنیم. اینجا این 3 تا رو میزنیم. برو بریم ببینیم حریفمون کیه. امیدوارم زیاد قوی نباشه، ولی اینا اونقدر قوی نیستن.
تا بیاره زمان میبره دیگه. الان نوبتمون رو ببینیم میزنه. نوبت من شده. الان زیاد ریسک نمی کنم و 2 تا از اینا میزنم. خب 2 تا حمله زد که مردیم. این مبارزه رو باختم. 3 تا حمله مرد. هر 3 تاشو بزنه راحت مردم. آره خب هر 4 تا رو میزنیم. خب الان باختیم، مطمئنا باختیم. بله باخت. خب الان ما مجبوریم حالا یکی از این مأموریت‌ها رو بریم. دو تا جایزه داد. خب این یکی، اینم از زود. اینا اومده جمعش کنیم. حالا ما کارمون رو انجام دادیم. 6 روز دیگه این اسپاینوسورسه میاد. اسمش اینجا نوشته، من زیاد انگلیسی بلد نیستم. اسمش اونجا نوشته. و 4 روز دیگه هم این میاد. این اون تیرانوسورس رکسه برامون باز میشه. الان ما تو دایناسورا اینو داریم و اینم برامون باز شد. یه دونه بزنیم. خب الان دیگه اینم گوشت سازمونه. این دیگه مثلا پول بدی اون گوشت بهت میده. دیگه بریم یه دونه از این مأموریت ها رو انجام بدیم. نه خب این نمیشه. خب و اینم از پارک ما بود. اگه ببینید این بخش مال دایناسوراست و این بخش هم برای اون جایی که
پول میدن بهت. و پارکو پیش میبریم، هی بزرگتر و بزرگترش میکنیم. الان اینجوریه، ما هی بزرگتر و بزرگترش میکنیم و پارت به پارت این پارکو خفن‌تر میکنیم. الان دیگه پارکو دیدید اینجوریه. و تا ویدیوی بعد، اگر دوست دارین این سری از بازی پارک جوراسیک رو به پیش ببریم، چنل منو دنبال کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.